تنها در یک هفته در آمریکا بیشتر از 3 میلیون کس خود را همچون بیکار ثبت نام کردند. رقمی رکوردی که فقط سال 1982 دیده شده است. با این همه پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ خوشبینانه است. کشور می‌خواهد به کار برگردد. ما کشوری نداریم بگوییم بیاید 2 سال کار نکنیم. ما چنین کاری کردن نمی‌توانیم، زیرا کشوری ما چنین نیست. از بس که اقتصاد کارگران زیاد می شود، کمک‌های نقدی و امتیازهای دیگر برای بیکاران بخشی از برنامه 2 تریلیون دلاری است که کنگره تصویب کرد. برای یان سمیت که از کارش در فروشگاه شراب محروم شد، برنامه کمکی کافی نیست. وقتی بانک‌ها و شرکت‌های هواپیمایی کشتی‌های سیاحی را یک بار نجات می‌دهند، ولی طبقه کارگر که این کشور را نگه می‌دارد و در جبهه اول هر بحران می‌ایستد، کمک ضروری برای زندگی روزمره نمی‌گیرد، بسیار تأسف آور و مایوس کننده است. هند هم برنامه تقریباً 23 میلیارد دلاری کمکی قبول کرد تا هنگام کرانتین سراسری مردم گرسنه نماند. 10 میلیون نفر حالا محتاج شدند. ما با پولی که روزانه به دست می‌آوریم غذا می‌خریم. اگر کاری نباشد ما چی می‌خوریم؟ در کجا می‌خوابیم؟ ما در اینجا چگونه آب و غذا می‌یابیم؟ در دیگر جا در اروپا، ایتالیا و اسپانیا مرکز خروج کرونا شدند. کمیسیون اروپا گفت که بنیادی نو برای مبارزه با عاقبت‌های کرونا تأسیس می‌دهد. ما طرح سرمایه‌گذاری 37 میلیارد یورویی را قبول کردیم تا به حفظ کار و زندگی و تجارت پیامدهای بحران را سبک‌تر کنیم. او افزود آنچه که حالا می‌کنند برای مردم زیاد فوق‌العاده مهم است که عاقبت‌های بعد خروج کرونا را احساس می‌کنند.